سلسله مدرسه فقهی امام اعظم از اونجا سر می شود که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله را تربیت میکند. عبدالله سال 20 هجری همچون معلم به سوی کوفه روان کرده می شود. در اونجا مدرسه فقهی بنیاد می شود. بعدا علقمه رأس المدرسین، یعنی کلانترین انسان، شخصیتی که درس میگوید در اونجا اون هست. بعد وفات عبدالله مسعود، بعد اون ابراهیم نخعی را تربیت میکند در اون مدرسه. ابراهیم نخعی در مسند درس کوفه می نشیند. بعدا اون حماد ابن ابی سلیمان را تربیت میکند که اون مستقل استاد امام اعظم رحمت الله علیه هست. و بعد وفات 120 هجری که حماد ابن ابی سلیمان از دنیا میگذرد، در اون مسند درس امام اعظم رحمت الله علیه میشیند. و ما میتوانیم که با عنوان مثال اون شخصیت هایی که در زمان امام اعظم زندگی کردند و چی چیزهایی را بر زمان با امام ابو حنیفه نسبت دادن، چی مقامی را بر اون قائل بدن، این را ما میخواهیم در اینجا بیان بکنیم. چند از اونها رو عالم بزرگی که تقریبا 730 شاگرد در اون مدرسه فقهی امام ابو حنیفه شرکت میکردن و 40 نفر اونا تشکیل کردن با عنوان پارلمانی که اون مسائل استنباط شده امام اعظم را دستخط میکردن. در کتاب به نام اصل اون را کتابت میکردن و اون را میگویند که شطور برداشتن نمیتونید از لحاظی که جلدش بسیار بود. بنابراین یعنی مختصر من صحبت کردنی هستم که سلسله علم و دانش، فقه و درایت، قرآن و حدیث، استنباط مسائل فقهی از خاندان نبوت، از اون مشکات شریف، از اون قلب محمدی صلی الله علیه و سلم به عبدالله مسعود، از عبدالله مسعود به علقمه، از علقمه به ابراهیم نخعی، از ابراهیم نخعی به حماد ابن ابی سلیمان، بعداً به امام اعظم یعنی نعمان ابن ثابت آمده میرسد و این سلسله سند مذهبی امام ابو حنیفه هست. و امام اعظم رحمت الله علیه در این درسی که داشتن بسیار با درایت مسائل استنباط شده را در ترازوی عقل میکشیدن و در اون 40 نفر که شاگردان بسیار جلیل قدر مثل مثلا امام ابو یوسف، مثل محمد حسن شیبانی، امام زفر و حسن و دیگر این شاگردانی که بسیار در زمان بعداً اونا قاضی شدن در دین مبین اسلام، اونا از اولین قاضیان هستند که در جهان اسلام فتوا صادر میکردن.